میدونستی اگه داخل یه ظرف 2 تا تخم مرغ بشکنی به همراه شکر و وانیل با همزن دستی حدوداً 10 الی 12 دقیقه باید هم بزنی تا کاملا تغییر رنگ بده. البته با همزن برقی هم میتونی بزنی. بعد بهش کره ذوب شده رو به همراه زعفرون اضافه کنی. وقتی یه دست شدن آرد و بیکینگ پودر هم بهش اضافه میکنی و با لیستک هم میزنی تا یه دست بشه و در آخر سر هر نوع مغزیاتی که دلت خواست رو میتونی داخلش بریزی. وقتی مواد کلوچه آماده شد اندازه 2 برابر گردو برمی‌داری توی دستت گردش میکنی داخل تابه که یک کوچولو چربش کردی با فاصله از هم میچینی و یک رو با حرارت خیلی ملایم اجازه میدی که یه سمتش بپزه و برمیگردین تا اون یکی سمتش هم یه کوچولو سرخ بشه. الان دیگه کلوچه های ما آماده است، فقط شما رنگ و رخساره رو ببین، روشو بپوشونید تا کلوچه هاتون خشک نشه. این هم از بافت کلوچه که فوق العاده عالی شده بود. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. مشکل عشقتونه.